در قدم نخست لازم می‌دانم که نهایت خوشحالی خود را که در یک مجلس مبارک که به خاطر افتتاح یک شفاخانه بزرگ فوق تخصصی برای معصومترین قشر دنیا برای اطفال ساخته میشه در جمع نیکان و بزرگانی که از کابل تشریف آوردن، یک وفد بسیار محترم و معزز به ریاست جناب محترم وزیر صاحب مجاهد عالم امیر اسیر وزارت جلیله صحت امارت اسلامی افغانستان و جمع زیادی از کارشناسان معتبر امارت از مرکز، همچنین جناب حاجی صاحب بشیری مهمان عزیز ما که به همراه فرزندان خود از خارج کشور به خانه خود، به شهر خود، به وطن خود برگشتند، و علما و روحانیون، سادات و رؤسای محترم ادارات، قهرمانان و مجاهدین بخش صحت ما، دکتران عزیز ما، همه را در یک جا در یک محفل می‌بینیم. بسیار بسیار برای ما جای خوشنود است. بهترین وفاق و بهترین اتفاق که ما دیروز یک شفاخانه سرطانی را برای اطفال تحویل وزارت دادیم و جای شکر خداست که در گذشتن خشت اولی او در همونجا الله پاک توفیق نصیب کرد که شریک شدیم، همون هیئت امنا تشکیل دادیم و هیئت امنا بسیار خوب و قوی کار کردند و نتیجه داد عمل که یک شفاخانه که شاید در سطح زون بگم یا حتی بگم برای ما شاید معلومات نباشد در سطح کشور، در همین مورد شاذ است که بخش تالاسمی ساخته شود مستقل برای اطفالی که مشکل سرطان خون داره. و امروز در افتتاح یک شفاخانه فوق تخصصی اطفال که در سطح زون بالکل شاذ است، حتی حسب معلومات ما صحت طفل کابل هم به این معیار زیاد بستر نداره، یعنی 30 بستر از صحت طفل کابل قوی تر و بیشتر است و خواهی نخواهی امکانات و تکنولوژی امسال نسبت به 10 سال پیش خیلی فرق کرده. شفاخانه‌ای که ما امسال میسازیم بسیار میتوانه به امکانات و ترتیبات قوی تر، بهتر و اساسی تر نسبت به 10 سال پیش باشه. و این جای خوشی است که در محفلی که در همین تالار ما داشتیم وعده را برای ملت عزیز خود دادیم که جناب حاجی صاحب بشیری الله تعالی ایشان را حفظ کنند برای هرات و برای افغانستان یک شفاخانه نمونه میسازند و این عمل الحمدلله نتیجه داد. حرف ما به اصطلاح هراتی ما ثبت شد و دیدیم که حالا همه با هم برای خشت گذاری این کار بسیار بزرگ بریم. من نمیخوایم که اطاله کلام کنم، مشت آن است که خود بگوید نه آنچه عطار بگوید. همین مکتبی که ما حضور داریم اگر بگوییم یکی از افتخارات هرات و یا معارف افغانستان است که به میلیون ها دلار مصرف شده تا که اطفال بی سرپناه و غریب و یتیم بیاید درس بخوانه، به سویه کانکور تربیه بشه و باز بعد از اینکه به کانکور میره در پوهنتون هم با آنها مساعدت بشه. که الله پاک این صدقات برادر خیر ما قبول بگردانه و خیرین هرات که الحق کسی که در هرات حکومت کنه، کسی که بر هرات حکومت کنه او میدانه که ملت هرات چی ملت با عزت، چی ملت با متدین، چی ملت با فرهنگ هستند. وقتی که من کلمه هرات میگم
این لازم نیست که یک کسی آبایی و اجداد اینجا باشه. هر فردی که آب وطن را خورده، هر فردی که در این وطن سکونت داره، او برادر ماست، تاج سر ماست. ما این گپر به بسیار پشتوانه قوی گفته میتوانم که هرات پایتخت دوم افغانستان است. هم از دیدگاه اقتصادی بیشترین سرمایه گذاری ها، بهترین کارخانه ها، بزرگترین کارخانه ها الحمدلله در هرات است. از نظر علمی و تکنولوژی چند روز پیش استادای پهنتون را دعوت کرده بودیم. از 6 پهنتون برتر افغانستان، از 6 پهنتون برتر افغانستان 3 پهنتون از هرات بیرون شده، 3 مؤسسه تحصیلات عالی از هرات بیرون شده. بهترین متخصصین در بخش طب، در بخش استخوان، در بخش قلب، در بخش چشم، در بخش سرطان، بهترین متخصصین الحمدلله ما شما داریم. جناب آقای صاحب همکار که قدیم قماندان امنیه ولایت هرات بودن، مولا عبدالحق همکار، او شب بسیار گپ جالبی گفتن ما که مسئول صحت بودم در قبل از فتح، چندین مریض را که در کراچی جواب دادن در بخش چشم مثلا، من اونا را به هرات مراجعه کردم، گفتن شما بریم به هرات، دکتران هستن که شما تداوی کنن و اینجا تداوی شدن و خوب تداوی شدن و مثال گفتن برای ما فلانی و فلانی و فلانی. این برای ما افتخار است. ما و شما الحمدلله در 4 سبایی که فرموده جناب وزیر صاحب خدا برای ما امنیت داده، در 4 روزی که رادیو یا رسانه، هر رسانه جمعی که هست باز میکنیم، به گوش ما، به چشم ما خبر کشته شدن اولاد ما نمیآید. همو عسکر اردوی ملی، همو عسکری که اربکی شده بود یا هر چیز که شده بود، او هم اولاد ما بود که یک کسی او را توانسته بود به یک سیاست و یک طرفن در مقابل ما قرار بده. یک سیاست کرده بود که اولاد ما را مجبور کرده بود که در مقابل ما ایستاد کرده بود. الحمدلله این ترفندها، این پلانها، این دسیسه های شوم همه خاک شد. در این 4 سال ما و شما الحمدلله ملت هرات، رهبری امارت اسلامی افغانستان، خدمات امارت برای هرات دستاوردهای خوبی داریم در هر بخش. اگر در بخش دین میگیم، در مسجد جامع بزرگ هرات امسال 1260 نفر معتکف بوده، تنها معتکف رسمی بوده. حالا که چقدر معتکفین متطوعین بودند و یک روزه و یک ساعته و 2 ساعته بوده، 1260 نفر دفتری بوده. به روزهای جمعه اساکر ما که نمازگزارای مسجد جامع بزرگ هرات تر شماره میکنن از 30,000 میگذره. مجاهدین خسته میشن، یعنی بیشمار میشن تعداد نمازگزارای ما. تراویح مسجد جامع های ما، نه مسجد جامع ما، تراویح مساجد جامع ما بالکل در دنیا شاز است و این بهترین خوشخبری برای یک عالم و ملا است. ما او از نماز جمعه بیرون میشدیم یک مسجدی از مسجدهای هرات که یک فوجی از جوانها مکمل جوان از مسجد بیرون میشه. ملت ما جوان است، جوان ما دیندار است. یک افتخار است، یک فخر است. در بخش دینداری الحمدلله خیلی پیش رفتیم و باذن الله جل جلاله دست به دست هم میدیم، بیشتر پیش برویم، به معنویت خواهد رسیدیم باذن الله جل جلاله که زبان زده منطقه باشه باذن الله جل جلاله. در بخش اقتصاد الحمدلله خوب حرکت ها شده، خوب تحرکات شده. دیروز جناب قاضی صاحب فرمودن که جناب امین صاحب گفتن که از دو رقمی به سه رقمی رفتیم. 100 و چند کارخانه بوده، 1200 و چند کارخانه است و روزانه بر کارخانه های ما افزوده میشه. روزانه حتی اگر ما حساب کنیم در این باب ما بالکل رکورد شکستیم. شاید که در دنیا کمتر شهری باشه که در طول 3 سال 10,000 کارخانه ساخته باشه، به هر 3 روز یک کارخانه ساخته باشه یا به هر 2 روز یک کارخانه ساخته باشه. کمتر شهری در دنیا باشه. 1000 جریب زمین در منطقه پلیسرای هرات خاص برای صنایع کوچک تخصیص شده. 1 فاز برای صنایع متوسط، فاز 5 اختصاص شده. 1 شهر صنعتی
46,000 جریب زمین برای صنایع کلان هرات در نظر گرفته شده که برای ما دوستا گفتن، کارشناسا گفتن 46,000 جریب در منطقه مثال نداره. اگر چین یک کشور صنعتی است داشته باشه دیگه کشور در منطقه 46,000 جریب زمین برای صنعت کسی اختصاص نداده. در بخش زراعت الحمدلله ابتکارهای خوب روی دست است. در بخش مالداری الحمدلله پلان‌های خوب ترتیب شده که به اذن الله جل جلاله در آینده نزدیک مالداری هرات از مالداری، بلکه مالداری افغانستان از سنتی به صنعتی تبدیل خواهد شد به اذن الله جل جلاله. در وقت نزدیک خواهد دیدیم که با مالدار و کوچی و بزگر ما و شما از وضعیت اقتصادی خیلی خوب برخوردار باشه. در بخش طب الحمدلله ما از کارکرد وزارت محترم صحت عامه افغانستان و ریاست محترم صحت عامه افغانستان بسیار خوشنود هستیم الحمدلله. گاهی اوقات شب و نیمه شب ما به شفاخانه حوزوی هم سر میزنم، به بعضی کلینیک های شخصی هم اگر بس ما به سر میزنیم، کلینیک های دولتی و بعضی کلینیک های شخصی هم میریم. به ولسوالی ها که بریم ساعت های 2 بجه و 3 بجه هم به کلینیک چاپه میزنیم که هست امبولانس هست، متروان هست، نوکریوال هست. الحمدلله وضعیت خوبی است، نظم خوبی است. به ولسوالی ادرسکن بود غالبا ساعت 2 بجه شب از طرف قندهار می آمدیم، گفتیم یک چاپه بزنیم، دیدیم که خوب وضعیت نرمال است. به ظرف 5 دقیقه الی 6 دقیقه اون ما نمیشناختن، ما طوری کردیم که گفتیم مریض داریم، متروان کلینیک و که متروان امبولانس همه چیز حاضر شد الحمدلله ثم الحمدلله. ولی صحت حیات یک جامعه است. جناب وزیر صاحب نوید خوبی دادن که در بخش تخصص کار شده. امیدواریم که در بخش تخصص ما متخصصین خوبی داریم که از صمیم قلب میگم هر متخصص هرات در هر فن برمه که چند روزی نماینده امارت برای ملت محترم هرات هستم، چند صباحی به اندازه یک شیخ الحدیث، یک عالم، یک کوه از زر، به هر الفاظی که تلفظ بشه بر ما احترام داره، قدر داره و دوست دارم و وزنه و سنگینی و عزت او میفهمم که چقدر باید عزت داره برای جامعه. باز هم میخواهیم که در بخش تخصص بیشتر کار شود، بیشتر پیش بریم. ضرورت ها زیاد است. از محترم ماجد صاحب بشیری و پسران برومندشان که زمینه یک شفاخانه تخصصی مساعد ساختند هم خواهش میکنم. از خیرین دیگر هرات هم خواهش دارم، از دکتران و متخصصین هرات که صدای من بالواسطه آلات میشنوند هم خواهش دارم. وطن ما در بخش طب کمبود زیاد داره. هنوز هم میبینیم در مرزها چنانچه جناب وزیر صاحب گفتند در دم قنصلگری ها خواهران ما و دختران ما و مادران ما و پدران ما اهانت میشه. بیاییم که همه با هم دست بدیم، همه با هم اتفاق کنیم. زین نکته 7 گنبد افلاک پرصداست، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت که در بخش طب باذن الله جلاله خوب ترقی کنیم، خوب پیشرفت کنیم. ما از حاجی صاحب میخوایم که الله پاک بر نیت ها فیصله میکنند. از خیرین هرات، از خیرین افغانستان که صدای من میشنوند، از همه میخوایم که من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامت. با کار نیکی که جناب حاجی صاحب مبارک کردند همه ما که توانی او داریم اقتدا میکنیم. هم تعمیر ظاهری شفاخانه ها و اسباب و آلات شفاخانه ها مدرن پیشرفته و قوی میسازیم و هم کوشش میکنیم اگر ما متخصصین از افغانستان داریم آنها را که در خارج هستند به وجه ناراحت شدند، کسی آنها را فریب داده، کسی آنها را تشویش کرده که الحمدلله آسمان بلند است زمین پایین است، آب از آب تکان نخورده. ظالمایی که اولادای انسانها را به دنبال موتر کش میکردند امروز ما و قماندان امنیه و رئیس استخبارات و رئیس محکمه نظامی مدافع است. در کابل کمیسیون تماس که یک کمیسیون بسیار قوی است وکیل مدافع است و از او دفاع میکنه. ما برای همه عفو عمومی آمده. باز خصوصا قشر اتباق و یک قشر بین المللی هستند که آنها نه به هیچ حزبی، نه به هیچ گروهی، نه به هیچ قومی دکتر به هیچ منطقه ارتباط نداره، عمومی است، بین المللی است.
اتباع عزیز خود که در خارج کشور هستندم من خواهش میکنم که بیایند. اگر کمبودی ها و نقصاناتی کمی ما و شما داریم، میشه که جناب حاجی صاحب محترم حاجی صاحب بشیری و دیگه بزرگوارای ما که دستشان به دهنشان میرسه، حاجی صاحب حبیبیار هم شفاخانه خوب ساختند الحق، و دیگه شفاخانه های ما که دستشان به دهنشان میرسه در هرات، کابل، قندهار، برای فعلا بعضی متخصصین از هند، پاکستان، ترکیه، ایران، ترکمنستان، کشورهایی که برای فعلا شاید متخصصینشان از ما بیشتر باشه یا با تجربه تر باشه، بعضی را بیارند که افغانستان از نظر طبی خودکفا شوه، اعمال را خدای تعالی بر نیات فیصله میکنه. ما صرفا به خاطری که اراده خیرین محترمی که اینجا هستند و بعضا صدای مرزی وسایت میشتوند بلند شوند، یک قصه کوتاه از استاد خود مولانا شیر علی شاه مدنی رحمت الله تعالی بیان میکنم و قصه را خاتمه میدم. حضرت فرمودند که ما در سرزمین حجاز یک مدرسه بسیار بزرگ دیدیم و ما از اهالی پرسان کردم که مدرسه چطور مدرسه است. آنها برای ما اینطور قصه کردند که اینجا یک نفر بوده، یک تاجر کوچک بوده و یک عالم بوده. این تاجر برای عالم گفته بود که مولوی صاحب این مدرسه را شما شروع کنیم، ما اکمال مدرسه را میکنم. بعدا و این برای عالم گفته بود که مولوی صاحب هر چی که با اصطلاح از اونها شیخ یا هر الفاظی اصطلاحی که داشتن، هر طالب العلم که میآید شما در مدرسه را برو بسته نکنید. به فضل الله جل جلاله هر چی که این مدرسه بزرگتر میشده، پول و ثروت این تاجر بیشتر میشده. زمانی میرسه که هر دو همو تاجر هم ثروتمند بسیار بزرگ شده و مدرسه هم مدرسه بسیار بزرگ شده که از 13 طالب به 1300 طالب رسید. یک روزی همان تاجر میایه به مدرسه مثل این مکتب جناب بشیری صاحب که ما این مکتب را به حسب معلوماتی که مدارم اینجا آمدم نظارت کردم، معنویت بسیار بالایی داره در کنار علمیت خوب که است. از همو رئیس مدرسه یا همو سرپرست مدرسه پرسان میکنه که جناب مولوی صاحب مدرسه کدام مشکل اقتصادی نداشته باشه؟ مدرسه خیلی وضعیت خوب بوده. مولوی صاحب شوخی میکنه، میگه نه هیچ مشکل نداره الحمدلله، صرفا طالبای مدرسه مجرد هستند، اکثرشان نکاح ندارن. خب میگه مشکل نیست، شما اعلان کنین در شهر هر کسی خواهری داره دختری داره برای خود طالب انتخاب کنه، مهر ما را از دفتر خود بگیره، از دفتر ما بگیره. هیچ هم 1300 طالب به یک روز عروسی میده. الله پاک برای او قدر ثروت داده بود. یک قصه عینی که حضرت شیخ صاحب مدنی از حجاز قصه کردن. در کارهای خیر این شفاخانه کمتر از مدرسه نیست که امروز میسازیم. اگر بگیم به حسب حاجاتی که ملت ما داره بیشتر از مدرسه است. این مکتب کمتر از مدرسه نیست، مثل مدرسه است. لیلیه های غیر انتفاعی که خیرین ما میسازند کمتر از مدرسه نیست. مدارس ما هم جاهای خوب است. مساجدی که روان است در هرات برای ما جای شکر است. در مسجد داریم در کازرگاه شریف به همت مردم هرات و سرپرستی خواجه صاحبان کازرگاه ساخته میشه که برای ما جای شکریت است. بیاییم همت ها بلند کنیم، اراده ها بلند کنیم. یک قول ما به ملت هرات میدم باذن الله جل جلاله، باذن الله جل جلاله. کسایی که از خارج میان سیاحین سیاستمدار برای ما میگن که ما که حال میاییم هرات، حال هرات 4 سال پیش نیست در امنیت، در ساخت و ساز، در سرک ها، در غیره. ایر به ملت عزتمند هرات قول میدم، وعده میدم و خداوند تعالی در این وعده ما را وعده خلاف نکنه. چنانچه در امنیت وعده دادیم. شاید بعضی برادرایی که روزهای اول کمی ناامنی بودن در ولایت، کمی ما چون خسته بودم حرف تندم برایشان گفته بودم که امروز از اونها معذرت میخوایم. گفتن که امنیت نیست، ما گفتم که امنیت نیست، 4 دروازه افغانستان باز است، هر کسی هر طرف میره. شاید از پیش ما حرف تند گفته شده باشه که ما واقعیت معذرت میخوایم. امنیت همینطور تامین کردیم که حالا میگیم 4 دروازه افغانستان باز است، هر کس تشریف میاره بیاره، هیچ مشکل نیست باذن الله. جو سر سوزن قدر مشکل نیست. همینطور که امنیت الله جل جلاله همینطور که گفته بودیم شد. خدای تعالی حمایت ما کرد، الله پاک به گپ رساند. ایر به ملت عزیز هرات قول میدم، امارتی که من میبینم، بزرگان امارتی که من میبینم، شفافیتی که ما در شورای وزیران، شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان میبینم و اینا را میشناسم باذن الله جل جلاله.
اراده هایی که امارت برای افغانستان و خاصا برای هرات داره، هرات 5 سال بعد هرات امسال نخواهد بود باذن الله در هر بابت، در هر عنوان. پس اقتصاد شما را خدا تعالی زیاد خواهد کرد. امیدوارم که اراده های شما و قلب های شما همینطور بزرگ شود. چنانچه حاجی صاحب بشیری به همراه پسران خود امروز یک پروژه بزرگی، یک پروژه تاریخی را شروع کردند. خیرین دیگر ما که دیروز به برکت خیرین خود ما یک پروژه را شروع کردیم. یک برادر دیگه گفت ما شفاخانه 60 بستر میسازم جناب امین صاحب. یک برادر دیگه گفت ما شفاخانه نسای ولادی نمیدونم که 10 بستر یا 40 بستر میسازم خیریه. همینطور سلسله روان است باذن الله جل جلاله. این سلسله ها روان باشه، همت ها بلند بشه و اراده ها قوی باشه و الله پاک توفیق اخلاص و خلوص نیت را برای ما و همه دوستان نصیب بگردانه. جزاکم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.